وطندار بسیار عزیزی که در آمریکا هستین، لطفاً این ویدیو برای شما است، توجه داشته باشین و این ویدیو رو شریک بسازین با اعضایتان. اشخاصی که علاقمند و یا هم اعتیاد خوردن تاکیز دارن، یک نوع تاکیزی که جدید برآمده با نام هات تاکیز و همچنان تاکیز معمولی که شما میخورین، بسیار زیادی از مردم را این شفاخانه‌ای ساخته، مریض ساخته که به شکل گسترده‌ای در رسانه‌های آمریکایی نشر شده. در این مورد که ما خواستیم با شما اعضا هم شریک بسازیم، لطفاً این میتونه که باعث مشکلات معده و امعا بگرده و دیگر مشکلاتی است که دکترها بیشتر در موردش میفهمن، ولی خبری هست که از چند روزی به طرف به شکل گسترده نشر شده روان هست و بخصوص اطفال که میتونه در حتی حالت کما یا را ببره که معدهشون نمیتونه به شکل درستی یا را هضم بکنه و میتونه که بعضی الرژی برشون پیدا شود. بنابراین توجه داشته باشین نازنینا، خدای نخواسته کدام عزیزتان را از دست ندین باعث خوردن یک تاکیز که هیچ ارزشش نداره. لطفاً این ویدیو را با دوستان شریک بسازین تا آنها هم در این مورد آگاه باشن و متوجه باشن.